لالا جان بله. نام چی است؟ نافذه. نامی آقا جانت؟ آدرخون. نامی بابت؟ شدگل. بابا کلانت؟ فیزگل. چند سال هستی؟ 4 ساله. از کجا هستی؟ اشتوستا. بنده کیستی؟ بنده خدا. امت کی هستی؟ امت است لالا. در مذهب کی هستی؟ در دین کی هستی؟ دروغ گفتن چی داره؟ گناه داره. نان نخورده چی میگی؟ چکنی. کوکا را دیدی چی میگی؟ مثلا. هر کی صدا که چی میگی؟ بله. در غسل چند فرض است؟ 3 در فرد. طهارت چند فرض است؟ 4 نماز دیگر چند رکعت است؟ دیگه 4 فرد. در تیمم چند فرض است؟ 4 فرد. در تیمم چند فرض است؟ 3 فرد. دین اسلام چند است؟ 5. اول، اول کلمه. دوم، دوم نماز. سوم، سوم دویده. چهارم، چهارم زکات. پنجم، پنجم از خانه کعبه. 4 خلیفه اسلام نام بگی. حضرت عثمان. هم، حضرت ابوبکر. هم، حضرت عمر. هم. حضرت علی. پدر حضرت محمد چی نام داشت؟ عبدالله. پدر کلانش، مادرش. مادرش، مادرش بیبیانش. دامادش، دامادش. حضرت علی. نواسش، نوشش. امام حسین. خانمش. خانمش. ها، عایشه صدیقه. حضرت محمد از کدام قبیله بود؟ از قبیله قریش. اولین سوره که به حضرت محمد نازل شد کدام سوره بود؟ سوره اقرا. نزول قرآن کریم در کجا بود؟ دا غریرا. بزرگترین گناه به نزد خداوند چی است؟ چیزکش. اولین زنی که در روی خدا شهید شد کی بود؟ اولین زنی که در روی خدا شهید شد کی بود؟ مایا. سمیه کی بود؟ سمیه. یا حضرت راشد. زود بگو. زنی حضرت یاسر. به چند کتابی من داری؟ به کدام 4 کتاب؟ قرآن. هم، انجیل. هم، زبور. هم. تورات. تورات. قرآن شریف به کی نازل شد؟ قرآن شریف. حضرت محمد. تورات به کی نازل شد؟ تورات حضرت عیسی. انجیل به کی نازل شد؟ انجیل حضرت عیسی. زبور به کی نازل شد؟ زبور حضرت داوود. آفرین. به خدا چی داری؟ ایمان. به پیغمبرش؟ ایمان. به قرآن شریف؟ ایمان. بلند بلند بگو. به روز آخرت؟ ایمان. ایمان یعنی چی؟ یعنی باور کردن. یعنی باور کردن. طلب علم بر زن مرد مسلمان چی است؟ فرض است. آفرین. هر کس کلمه نخونه چی میشه؟ کافی. بخون کلمه تا. لا. لغت. الا لغو. لغدو. رسول الله. بخون دعا تا. لقمه. هزینه. من النار. بخون شعر تا. هشت مرتب رفت. آدم شود. هم، جمعه. هم. هر کی عالم می شود. آفرین. میخوای در آینده چی شوی؟ ای جمهور. افغانستان چند ولایت داره؟ 34 ولایت. 34 ولایت. داود خان در کدام سال به قدرت رسید؟